اما 2 تا برگر برات آوردم امروز، مال کارخونه همبرگراست. بریم با هم بزنیم. اما این جوسی لوسیشونه که من گفتم اکسترا گریل چیکنم زده بهش. این ولکانوشونه که اون سس نشویله میخوره بهش، هات سس خوشمزهش میکنه. این ماشروم برگرشه که با پنیر و ماشروم کار من جوابه با این. و اما این پلیتی که میبینی تک تک میتونی سفارش بدی، سیب زمینی میزمینی فلان. اینم که توصیه پزشکاست برای سلامتی، میشه اون میلکشیک بعد غذا میگم بخورین خوبه براتون. آقا من اول میخوام با جوسی لوسی شروع کنم، ولی خیلی گنده است خدا وکیلی. اینو بذار ببین، اینو ببین فقط ببین دیگه، خودت داری میبینی چی میریزه داره ها. این گریل چیکنشه، پنیر خورده، اون گوشت جوسی لوسی اومد، اصلا یه چیز خفن‌طوری است. بفرمایید. خیلی سخته خوردنش ولی خیلی مردیه. اینو گفتی بکشم بیرون؟ با سر تکون میده میگه آره. بفرم. واقعا خوشمزه است. طعم سینه مرغه کاری ندارم که الان ریخته آشالاش جلو من، ولی سینه مرغه با اون گوشته که اینا با هم قاطی شده، اون جوسی لوسیه، سسشون هم که سیگنچرشونه خیلی انصافا خوشمزه بود. یعنی حالشو میبری. شما میتونی اینو شبا میان اینجا میگه 6-7 لایه اضافه میکنن گوشت و مرغ و میرن روش، کاری نداریم، اینو بذاریم کنار. توصیه قشنگیه. نه خوشمان آمد، ولی به نظرت مزه شیرینیه میخونه آجی. این چیکنه، این اون مرغ است، ولکانو. ببینم نشویل هات سسش خیلی خوشمزه زده روش، سیگنچر خودش هم توشه، من دیگه الان نمیزنم. آها راست میگه تفلک، نشویل خودتون میدونستید اسپایسی، نیاز نبود من بگم، ولی چیکنه اون نشویل که داره اسپایسی طوره. با اجازهتون ببخشید. خوبه، تندی ملایمو داره. خوبه، یعنی داغ میشه دهن. الان حس سوختن دهنو داری، پیازارم که گاز زدی توش یه کاری به بعدش نشه، حال خوبی داره. این اونیه که من میخواستم. فقط میگن قبلش این توصیه پزشکاست. به حق که توصیه خوبی داره این کارخونه همبرگرها. میدونم حق داری، میدونم حق داری، فوشخورم ملسه. حس زندگی گوشت زیر دندونامه. این تایپ منه. بریم بعدی هم.